مردم شهر تورسنزاده چاره‌بینی ادانه بخشیده بر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را با حضور نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارخانه و تشکیلات، جماعت و دهات، دانشجویان کالج و لیسه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جشن گرفتند. ساکنان این گوشه وطن نخست از درآمدگاه شهر تا نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی تحت شعار ما پیروان پیشوای ملت راهپیمایی نمودند. راهپیمایی ساکنان شهر بازگوی آن بود که زیر رمز مقدس ملی پرچم دولتی سیاست سازندگی و بنیادکارانمان را به خاطر بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم در جامعه نو، جامعه آزاد دموکراتی و حقوق بنیاد دنیوی پیش میبرند. تحت همین رکن مقدس ملی سطح تجلیل چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی و ملی ما سال تا سال شکوه دیگر میگیرد. تجلیل روز پرچم احترام بر روح قهرمانان ملت، یعنی به آنها میباشد که در طول تاریخ برای نام و ننگ و مرز و بوم خلق تاجیک جانیساری ها نمودند، زبان، فرهنگ و دولتداری این ملت کهن بنیاد را تا به زمان ما رسانیدند. در دوران صاحب استقلالی مملکت روحیه پرچمداری و پرچمبرداری ملت ما باز هم افزون گردید و امروز در کاخ دوستی شهر برنامه فرهنگی بخشیده به این روز مبارک، به این سنه پر افتخار برگزار گردید که در آن شعر و ترانه های وطن دوستانه، ارجگذاری به فرهنگ ملی، به مقدسات ملی تنین انداز گردیده. بار دیگر مهر و محبت مردم شهر تورسنزاده را نسبت به مقدسات دولتی، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان ارزیابی نمود. بعداً در کاخ دوستی چاره‌بینی ادانه بخشیده بر روز پرچم جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. رهبران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و مهمانان ضمن سخنرانی تمام مردم زحمت پیشه شهر را تبریک نموده قید کردند که هر یک فرد با ننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پروری کشور از پرچم ملی خود افتخار نموده احترام آن را همچون رمز دولت و دولتداری، آزادی و استقلال وطن و همچون ثروت گرانبهای عمومی ملی به جا آورده قدر و منزلت و نقش و اعتبار آن را به نسل‌های امروز آینده تلقین می‌نمایند. برنامه تئاتر کننده شعبه فرهنگ شهر تورسنزاده که از شعر و ترانه، رقص‌های جالب، سرود و موسیقی دلنواز و صحنه‌های تماشاباب عبارت بود، پسند همگان گشت.